جواب میگی گوشته این پاره از فیلم کوتاهی سربار است که در یک ماه برنده 5 جایزه بین المللی شده است. مؤلف فیلم کارگردان جوان تاجیک منظرعلی شیرعلی است که قصه واقعی سرنوشت تلخ یک زن جوان را با همکارانش در استودیوی خرد سیمرغ سینما روی نوار آورده است. یکی از بردایی که ما بخصوص در همین فیلم سربار داشتیم، ما به معاش هر کسی که در فیلم کار کرد با ما بود، پول طلب نکرد. ما قریب که همه هنرمندامون برای ما همچون کمک دستگیری کردن و تمام گروه به معاش به هیچ چیز کار کرد. فقط ما همون مبلغی که برای راهگیری و برای صرف سیومکا داشتیم نوارگیری، همون از حساب خودمون فقط وای کردیم. قهرمان فیلم زنی جوان که از خانه شوهر با فرزندش رانده می شود و در خانه پدرش قبول نمی کنند، در طول فیلم که 22 دقیقه دوام می کند همگی یک دفعه سخن می کند. آن هم در انتهای فیلم و بعداً ناپدید می شود. هرچند در تمام فیلم قهرمان روی نوار است. از تلویزیون سفینه ما را دستگیری کردن. همون کامera عادی ویدیو کامera که خوب فرمت 4K داشت، همون با ما پیشنهاد کردن. ما همون قطعه یک کامera قطعی گرفتیم و یک چند سویتیم خورد داشتیم. از جایزه های به دست آورده مقام اول در فستیوال 13 سینمای تاشکند دردانه های راه ابریشم در بخش جوانان با نام سینما در 5 روز برای سینماگران جوان فیلم سربار موفقیت غیر منتظره بود. در فیلم سربار قهرمان ها اساساً با حرکت های خود سوژه فیلم را پیش میبرند، صحبتی زیاد نمی کنند. وقتی که فیلم ادبی میشد، فیلم به ساخته بودن نزدیکتر میشه و در تاجیک فیلم متاسفانه تا حاضر زیاد نمیخوان که با همین کم ترک به زبان مردم نزدیک شن. اما فیلم ستاره‌های سر تنور سیف رحیم افردی یکی از نشانهای عالی هست که فیلم اگر به زبان مردم نزدیکتر باشد، مردم خوبتر قبول میکنن. 5 نفر کارگردان و هنرمندان جوان سال 2018 استودیوی مستقل سیمرغ سینما را تأسیس داده و آفریدن فیلم‌های کوتاه بدیعی شروع کردند. آنها میگویند هدف از تأسیس استودیوی مستقل آزادتر انتخاب نمودن موضوعها، بالا بردن صفت و شماره فیلم‌های تاجیکی است.